پولهاش اونقدر زیاد بود که دیگه جایی برای نگهداریشون نداشت. نه تو بانک، نه تو گاو صندوق. اون پولها رو زیر خاک، بین درختها، تو دیوار خونه ها پنهان میکرد. میگن فقط موشها هر سال میلیون‌ها دلار از اسکوبار میخوردن. 2000 years later. میگن پابلو اسکوبار وقتی فقط 12 سالش بود جلوی آینه می ایستاد، به چشمای خودش زل میزد و میگفت یه روز همه دنیا اسم منو میشنون، حتی اگه ازم متنفر باشن. اون موقع یه پسر فقیر از خیابونهای کلمبیا بود که سنگ قبر و ماشین دزدی میکرد. اما سالها بعد دنیا بهش میگفت پادشاه کوکائین. پولهاش اونقدر زیاد بود که دیگه جایی برای نگهداریشون نداشت. نه تو بانک، نه تو گاو صندوق. اون پولها رو زیر خاک، بین درختها، تو دیوار خونه ها پنهان میکرد. میگن فقط موشها هر سال میلیون‌ها دلار از اسکوبار میخوردن. اما اسکوبار فقط یه قاچاقچی نبود. یه مرد بود با ذهن یه امپراتور. برای فقرا خونه میساخت، مدرسه میزد، برق میکشید به محله ها و مردم با عشق صداش میکردن پابلو، یک رابین هود واقعی هست. اما پشت اون لبخند یه سایه بزرگ بود. سایه ای از خون، ترس و خیانت. یه شب وقتی پلیس ها فقط چند متر باهاش فاصله داشتن، اون با خانواده‌اش توی کلبه چوبی پنهان شده بود. هوا سرد بود. دخترش از سرما می‌لرزید و اسکوبار با دستای خودش دسته اسکناس $100 رو آتیش زد تا دخترش گرم بشه. اون شب میلیون‌ها دلار سوخت، اما قلبش آرام شد. میگن پابلو یه دفتر مخفی داشت، دفتر سیاه رنگی که نقشه گنج‌هاش توش کشیده شده بود، جایی که میلیون‌ها دلار دفن کرده بود و اسامی کسانی که روزی بهش خیانت می‌کردن. اما بزرگترین ترسش چی بود؟ نه پلیس، نه دشمن‌ها. ترسش از روزی بود که مردم بفهمن پشت اون پول‌ها، پشت اون امپراتوری چه رازی پنهان شده. سالها بعد شایعه‌ای پیچید، دروغی که رسانه‌ها برای نابود کردنش ساختن. گفتن اسکوبار کارهایی کرده که حتی گفتنش شرم‌آوره، اما هیچ وقت ثابت نشد. فقط یه دروغ بود، یه لکه سیاه روی اسمش که تا ابد موند. اون میدونست پایان نزدیکه. دوستاش یکی یکی میرفتن، خانواده‌اش ازش فاصله میگرفتن و تنها چیزی که براش مونده بود تلفن کوچیکی بود که باهاش به مادرش زنگ میزد و میگفت مامان، هنوز من همون پسر فقیرم که فقط دنیا عوضم کرد. در دسامبر 1993 در بام یکی از ویلاهای لاکچریش صدای تیراندازی شد. سکوت شهر رو شکست. پابلو اسکوبار، پادشاهی که دنیا رو با پول خرید، روی پشت بام افتاد. در کنار یه تلفن با آخرین لبخندش به آسمون نگاه کرد. میگن اون لحظه آسمون کلمبیا خاکستری شد و مردم نمیدونستن باید خوشحال باشن یا غمگین. چون بعضی افسانه‌ها هر چقدر هم تاریک باشن، بازم از یاد نمیرن. آیا به نظر شما پابلو اسکوبار یک رابین هود بیا یا نه؟ خیلی ممنون که ویدیو رو تا آخر تماشا کردید. امیدوارم لذت کافی برده باشید.